سلطانوف میرزا ملک ساکن 32 ساله جماعت شهرک دوستی نویه جیهون با اتهام آدمکشی دستگیر شده است. آفاق قادریان سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در شرح این قضیه گفت سلطانوف میرزا ملک سال تولدش 1989، همسرش میروا گلنگار سال تولدش 1987 را در پی رشک بی اساس در داخل باششگاه صحرایی با کارد خواجگی با یک بیرمی مخصوص چند مراتبه به عضوهای مهم بدنش زده است که جبری دیده در جای حادثه از جراحت‌های وزن جسمانی برداشته به هلاکت رسیده است. بعدا سلطانوف میرزا ملک با کارد به بدن خود نیز چند ضربه میزند. در داستانه نویه جیهون نسبت به سلطانوف میرزا ملک بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. به او برای قتل همسرش تا 15 سال زندان تهدید میکند. در این اواخر در تاجیکستان خبرها درباره قتل‌های خانوادگی از جمله قتل همسر با دست شوهر و برعکس زیاد به دست میرسد. در اکثر موردها زنان در زمینه رشک قربان شوهران بدرشک میشوند.